خیلی از آدم‌ها تکنیک‌های جذب مثل تجسم کردن، تکرار عبارات تأکیدی، ارسال فرکانس بالا و مثبت‌اندیشی رو انجام میدن. اما باز هم نتیجه‌ای که در قبال انجام این تکنیک‌ها مد نظرشون هست رو نمیگیرن و این موضوع براشون خیلی ناامید کننده است. گاهی فکر میکنن که حتما تکنیک‌ها رو اون جوری که باید انجام نمیدن. میگن سرنوشت من همینه، یا میگن کلاً خدا ما رو آدم حساب نمیکنه و خیلی جملات منفی دیگه. اما هیچ کدوم از اینها دلیل اصلی نیست. سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون فوق‌العاده عالی باشه. امروز میخوام درباره یکی از عجیبترین و پنهانترین موانعی که اجازه نمیده به خواسته هامون برسیم صحبت کنم. پس قبل از ادامه ویدیو لطفاً دکمه لایک و سابسکرایب رو بزنین تا برای ساخت ویدیوهای بیشتر بهم انرژی و دلگرمی بدین. قبل از هر چیز باید این سوال رو بپرسیم که چطوری میشه که دو نفر با شرایط مشابه، تلاش کردنهای یکسان و حتی انجام تکنیک‌های مشابه دستاوردهای کاملا متفاوت دارن. مثلا یکیشون به سرعت شغل مورد علاقش رو پیدا میکنه، احترام، عشق، پول و فرصتهای فوق‌العاده وارد زندگیش میشن، اما نفر دیگه مدام در جا میزنه. خیلی‌ها فکر میکنن دلیلش خوششانسی یا بدشانسیشونه. بعضیا فکر میکنن دست تقدیر و سرنوشتشون همینه. یه سری سری میگن برام دعا گرفتن و طلسمم کردن و میرن سراغ دعانویس. ولی اصول چیز دیگه ای میگن. هر چیزی که وارد زندگیت میشه با وضعیت درونی تو هماهنگه، نه با تلاشات. اگر وضعیت درونیت در جهت خواستهات نباشه، هر چقدر هم تلاش کنی باز اتفاق خاص و مثبتی نمیفته. خب وضعیت درونی یعنی چی؟ خیلی‌ها فکر میکنند یعنی مثبت بودن و مثبت فکر کردن. اما این مثبت بودن و مثبت فکر کردن فقط یک لایه بسیار سطحی از ماجراست. وضعیت درونی واقعی خیلی عمیق‌تره. چیزیه که گاهی وقتا حتی خودمون هم از اون خبر نداریم. همه ما یه سری تجربه ها داریم که تو زندگیمون تکرار میشن. روابطی که همشون به یه دلیل تکراری تموم شدن، فرصت‌هایی که در لحظه آخر از دست رفتن، یا احساساتی که در موقعیت‌های مشابه نمایان میشن. اینها الگوهای ناخودآگاه هستن. همون سیگنال‌هایی که از درون ما به کائنات ارسال میشن بدون اینکه خودمون در جریان باشیم. بعضی وقتا فکر می‌کنیم داریم ارتعاش خواسته هامون رو میفرستیم، اما در لایه‌های عمیق‌تر ارتعاش دیگه‌ای در حال ارساله. ارتعاشی که دقیقاً برعکس خواسته های ماست و اینجاست که تناقض به وجود میاد. سطح خودآگاه میخواد ولی سطح ناخودآگاه مقاومت میکنه. این تضاد دلیل اصلی کندی یا توقف جذبه. دقیقاً سوال اینجاست، این سیگنال پنهانی، این مانع نامرئی دقیقاً چیه؟ توی تمام سالهایی که درباره علوم ذهنی تحقیق و مطالعه داشتم و همچنین با تمام افرادی که به دنبال پیدا کردن دلیل یا دلایل عدم رسیدن به خواسته هاشون بودن صحبت کردم، متوجه شدم که 90% این افراد در یک نقطه اشتراک دارن. اونم اینه که ارزشمند بودنشون رو باور ندارن و به خودشون عشق نمی‌ورزن. و این نشانه اینه که اعتماد به نفس ندارن یا اعتماد به نفسشون به شدت ضعیفه. بله، این همون چیزیه که اکثرمون فکر میکنیم مشکل ما نیست. چون بعضی افراد معمولاً عدم اعتماد به نفس رو با خجالتی بودن یا کمرو بودن اشتباه میگیرن. اما عدم اعتماد به نفس در علوم ذهنی یعنی در ناخودآگاهت باور داری که من لایق این خواسته نیستم. این اتفاقهای خوب فقط برای دیگران میفته، نه برای من. شاید من آدم خوبی نیستم و خیلی افکار و جملات مانند اینها. اینجا دیگه موضوع انجام تکنیک‌های مختلف و ارسال فرکانس نیست. موضوع اینه که شما نمیتونید چیزی رو جذب کنید که خودتون از درون باور ندارید که لایق رسیدن به اون هستید. این دقیقاً همون سیگنال پنهانیه که چند دقیقه قبل بهش اشاره کردم. کائنات به خواسته های شما جواب نمیده، بلکه به باور درونی شما جواب میده. وقتی شما اعتماد به نفس نداری، یعنی خودت رو دوست نداری و متاسفانه پیغامی که این حس شما به کائنات میده اینه که من لایق خواسته هام نیستم و جواب کائنات هم فقط یک چیزه: اطاعت سرورم.
هر خواسته‌ای که داریم یک فرکانس داره. پول، عشق، احترام، آرامش، موفقیت و همه فرکانس دارن. اگر تو احساس ارزشمند بودن نداشته باشی، فرکانست با خواستهات هم ارتعاش نیست. در ضمیر ناخودآگاه قانون اینجوریه که هر چیزی که حس می‌کنی من لایقش هستم، سریعتر وارد زندگیت میشه و هر چیزی که حس می‌کنی برای من زیادی است، از تو دور میشه. اعتماد به نفس همون پلیه که تو رو از خواستن به دریافت کردن میرسونه. برای اینکه اعتماد به نفسمون رو بالا ببریم و در نتیجه اون بتونیم خودمون رو دوست داشته باشیم، یه سری راهکار وجود داره که در ادامه چند تاشون رو بیان میکنم. اولین کاری که باید انجام بدی اینه که احساساتی که به خودت داری رو تغییر بدی. اگر نسبت به خودت حس خوبی نداری یا خودت رو دوست نداری، باید این حس رو از بین ببری و کاری کنی که عاشق خودت بشی. این کار رو میتونی با تکرار کردن عبارات تأکیدی انجام بدی. عباراتی مثل من عاشق خودم هستم، من لایق بهترین ها هستم، من خودم را همین گونه که هستم دوست دارم و میپذیرم، من بسیار دوست داشتنی هستم، من خودم را باور دارم، من اعتماد به نفس و عزت نفس بالایی دارم و جملاتی مانند اینها که تکرارشون بهت حس و حال خوبی منتقل کنه. حالا که تا اینجای ویدیو همراه من بودی، لطفاً دکمه لایک و سابسکرایب رو بزن و برام کامنت بذار. اگه دوست داشتی دکمه زنگوله رو هم بزن که به محض انتشار ویدیو از اون مطلع بشی. بریم ادامه ویدیو رو با هم ببینیم. یه کاری که باید انجام بدیم و تأثیر زیادی در تقویت اعتماد به نفس داره اینه که هر روز 3 تا از ویژگی‌های مثبتت رو بنویسی. این کار مستقیم بر احساس ارزشمند بودنت تأثیر میذاره و ناخودآگاهت رو مجبور میکنه ارزشات رو ببینه و اونها رو بپذیره. کار دیگه‌ای که باید انجام بدی اینه که حتی توی شوخی هم اجازه ندی دیگران بهت بی‌احترامی بکنن و خودت هم به شوخی یا جدی به خودت بی‌احترامی نکنی. یعنی مثلا توی یک جمع هستی و یک کار اشتباهی انجام میدی، برای اینکه دیگران رو بخندونی و نشون بدی آدم اوکی هستی، نگی ای بابا من چقدر خنگم. شاید بگی این دیگه چیه که بخواد روی اعتماد به نفس تأثیر بذاره، اما باید بدونی که همین موارد به ظاهر بی اهمیت شخصیتت و شرایط حال حاضر زندگیت رو به وجود آوردن. پس باید از انجام شوخی که با اون بهت بی احترامی میشه جلوگیری کنی. چون ناخودآگاه شما نمیدونه اون بی احترامی شوخیه یا جدی و اونو به صورت یک دستور کاملا جدی دریافت میکنه و تکرار همین موارد کوچیک نکات منفی بزرگی توی ناخودآگاهت و به تبع اون در زندگیت به وجود میاره. این وسط یه پرانتز باز کنم و این نکته رو بگم که در کل ناخودآگاه و کائنات چون شعور ندارن، نمیدونن حرفی که به زبون میاری، افکاری که در سر داری و فرکانسی که میفرستی شوخیه یا جدی، به صلاحت یا نه، به سودت یا به ضررت، و فقط در مقابل اون فرکانس یک کلام میگه اطاعت سرورم. مثلا اگر با کسی رفتی بیرون و اون شخص بهت میگه میخوام بستنی بخرم، تو چه بستنی میخوری؟ به احتمال 99% برای اینکه اون شخص رو توی خرج نندازی میگی فرق نمیکنه، هر چی دوست داری بخر. حتی همین موضوع کوچیک هم فرکانس خوبی به کائنات ارسال نمیکنه. این حرف شما این پیغام رو به کائنات میده که فرقی نمیکنه چیزی که دوست دارم تو زندگیم بیاد یا چیزی که دوست ندارم، هر چی میخواد باشه باشه. بعد هم از عالم و آدم مینالی که چرا به خواسته هام نمیرسم. همین نکات ریز اتفاقات درشت دردناکی رو رقم میزنن. برای آدم‌های با اعتماد به نفس شکست خوردن دلیلی بر بی‌ارزش بودن اونها نیست، بلکه اون رو بخشی از مسیر رسیدن به هدفشون میدونن. پس اگه توی کاری شکست خوردی، به جای سرزنش و تخریب خودت یا دیگران، به این فکر کن که شجاعت انجام اون کار رو داشتی و با انجامش تجربه کسب کردی که برای دفعه بعد اون کار رو اگه بیهوده است انجام ندی، یا اگر لزوم به انجامش هست با تجربه‌ای که داری به نحوی انجام بدی که موفق بشی. پس به طور خلاصه میشه گفت کائنات چیزهایی رو وارد زندگیت میکنه که خودت باور داری لایق اون هستی. اگه خودت رو دوست نداشته باشی، اگه به ارزشمند بودنت ایمان نداشته باشی
و اگه درونت پر از شک و تردید باشه، هیچ تکنیک و تجسم و فرکانسی نمیتونه زندگیت رو به سمت پیشرفت و موفقیت سوق بده. اما فقط کافیه یه تغییر کوچیک ایجاد کنی، یعنی بپذیری که تو ارزشمندی و به اندازه کافی خوب و لایق بهترین ها هستی. وقتی اینها رو باور کنی، کائنات درها رو به روت باز میکنه و اون موقع است که جذب خواستهات ساده ترین اتفاق زندگیت میشه. خیلی ممنونم که تا انتها ویدیو رو تماشا کردین. اگه از ویدیو خوشتون اومده لطفاً با لایک و سابسکرایب از کانال حمایت کنین، چون این کار شما خیلی به من انرژی میده و باعث میشه تمام تجربیاتم رو در قالب ویدیو در اختیارتون قرار بدم. ویدیوی بعدی درباره یکی دیگه از موانعی که جلوی رسیدن به خواسته هامون رو میگیره. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشین، راهکارهای این ویدیو رو تمرین کنین و مطمئن باشین انجام اونا تأثیرات فوق‌العاده‌ای براتون داره.